امان از این عشق، امان از این عشق، امان. عشق، معرفت از خودگذشتگی و بخشش، بالاترین مرتبه این عالمه. این عالم، نه فقط این جهان مادی. کسی که با رفتار و کلامش تو عزیز جون دلم رو اذیت کرده، ظلمی در حقت کرده. یادت باشه نازنینم، این نقشه الهی و طرح خداست، به نفس حقت قسم. بعد تو داری دست و پا میزنی که این طرح الهی خدا رو حذف کنی. ابدا، امکان نداره، چون این نقشه الهی و طرح خدا هم با اون شخصی که در حق تو ظلم کرده کار داره، هم با رشد و کمال تو. با جان نازنینم، بدون قضاوت ازت میخوام به این صحبت ها اندیشه کنی.